ژاپن میتونی ببینی. ژاپنیا موظفن طوری کار کنن که مزاحمتی برای شهروندان ایجاد نشه. برای همین موقع زدن چمنهای کنار پیاده رو یک کاور قرار میدن تا چمنها روی آبرین پیاده نریزه. ویدئوی بعدی یه ایستگاه متروئه که یه پرنده روی دوربین مداربسته لونه ساخته و کارمندان مترو زیر لونه اونو بستن تا یه وقت مشکلی واسش پیش نیاد. میزان احترام در فرهنگ ژاپن به قدری بالاست که جدی به حیواناشون هم آموزش دادن به مردم احترام بذارن تا در ازای ادب و احترامشون غذا دریافت کنن. در ژاپن بارندگی زیاده و بیشتر مردم چتر همراهشون دارن. برای همین در بیشتر ساختمان‌ها و مجتمع‌های تجاری دستگاهی وجود داره که چترها رو داخل یک کاور قرار میده تا زمین خیس نشه. بسته‌بندی محصولات ژاپن طوریه که مواد غذایی بهشون نچسبه تا مجبور نشین در محصول رو لیست بزنید. همینطور ادای احترام جالب ژاپنی‌ها که موقع خداحافظی چه کارمند فرودگاه باشن چه ایستگاه قطار با مسافرین و خدمه خداحافظی میکنن. تو ژاپن قطارها با یه قانون ساده نشون میدن که چقدر برای انسانیت ارزش قائلن. اونجا اگه فردی که ناتوانی جسمی داره سوار قطارهای قدیمی تر بشه که سطح شیبدار خودکار ندارن، یه پیام به ایستگاه مقصد فرستاده میشه تا یکی از کارمنداشون آماده باشه که به محض اینکه قطار به مقصد رسید به فرد ناتوان کمک کنه به راحتی از قطار پیاده بشه. به نظرتون از لحاظ ادب و احترام چه کشوری